هم خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. با ارزشترین توفیقات الهی، توفیق هدایت به دین مبین اسلام. هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خواسته های خوب یک انسان، یعنی هدایت به همه خواسته های خوب خداوند از ما انسان ها، یعنی هدایت به همه خیرات و برکات دنیا و آخرت. در یک جمله، روسفیدی و حسن الخاتمه در همه امور و شؤون زندگی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بکم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لئن شکرتم لازیدنکم. خیلی خوشحالم و خداوند و از این بابت سپاسگزارم که همیشه توفیقات حضور در چنین مجالس خدایی و ربانی، ایمانی و ارزشی عنایت می‌فرمایند. این هم بعد از توفیق خداوند برمیگرده به دوستان خوبی که همیشه تلاش میکنن که اگه جایی برنامه خوبی هست، هدفمند و هدفداری هست، بالاخره به ما تذکر بدن، یادآوری بکنن، دعوت بکنن. چقدر خوبه که انسان دوستانی داشته باشه که در مجالس خیر و خوبی اونو یاد بکنن، و اگر که توفیق حضورم نداشته باشیم بازم بگن جای فلانی و فلانی و فلانی و فلانی تو این مجالس خوب خالی. این لطف خداست اگر چنین دوستان خوبی داشته باشیم که در مجالس خیر و خوب و ارزشمند ما رو دعوت بکنن و اگر غایب باشیم ما رو یاد کنن. این نظر لطف خداست. برعکسش زمانی نظر خدا از انسان برمیگرده که افراد ناباب، نادرست، فاسد و مفسد تو مجالسشون دوستشون رو یاد بکنن، بگن جای فلانی خالی. این دیگه نظر خدا از انسان برمیگرده که افراد فاسدی یک جایی نشستن برای معصیت خدا، بگن جای فلانی خالی. کاش که اونم حاضر بود، خیلی خوشش میاد از چنین مجالسی. این دیگه نظر خدا از انسان برگشته که انسان‌های ناباب یادت بکنن که جات خالی تو مجالس معصیت خدا هست. تو مسلمان ها هست و کاری به غیر مسلمان ها نداریم. چون یکی از نفس هایی که خدا بهش قسم خورده نفس لوامه هست. نفس انسان سه حالت پیدا میکنه: یا مطمئنه هست،
یا اماره هست یا لوامه هست. مطمئنه کسی که با ایمان و اعمال صالح به آرامش رسیده و زیر این خطاب خداوندی وارد میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای صاحب نفس مطمئنه که با اعتقادات و عقاید درست و صحیح و توحیدی و اعمال صالح قرآن و سنت به آرامش رسیدی. انسان با بندگی خدا به آرامش میرسه. معصیت انسان و پریشان و مضطرب الحال و ناامن قرار میده. ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، بر بگرد به سوی پروردگارت در حالی که هم تو خوشنودید از پروردگارت و هم پروردگارت و الله از تو خوشنوده. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. در لیست و سیلک بندگان و عباد من داخل شو، بعد میگه وادخلی جنتی، بعد به بهشت من وارد بشو. اما نفس دوم نفس اماره است. اون دیگه شره، خیر هیچ راهی به زندگی او نداره، همش دنبال شره. درست در جهت عکس نفس مطمئنه. پناه به خدا از اینکه نفسی که پاک به ما تحویل دادن اونو تبدیل به اماره بکنیم. انتخاب دست خودمونه. درست توفیق الله میده، ولی این توفیق طلبیدنی است. کسی نمیتونه قضا و قدر و سرنوشت رو بهانه بکنه که من باید مشروب خوار بشم. شما نمیگید که هر کسی به سرنوشتش تو لوح محفوظ نوشته شده، در ازل نوشته شده که فلانی باید شراب خوار باشه، بیبندوار باشه. خب سرنوشت من اینه. استدلال به سرنوشت و قضا و قدر برای آینده محلی از اعراب نداره. سرنوشت همیشه بر گذشته میشه استدلال کرد. از مسیر رد شدید تو چاله میافتید، باید بگی قدر الله ما شاء فعل. خواست خدا بود من اینجا تو چاله افتادم. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین. انسان مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. اینجا منظور از انسان مؤمن انسان زیرک و باهوشه. انسان مؤمن یعنی انسان عاقل، خردمند، باهوش. اگه تو دستت کردی توی یه سوراخی مار زد سر انگشتت، دوباره تو همون سوراخ دست میکنید، خب این نشانه کودنیه. اینجا پیامبر لفظ مؤمن رو مطرح کرده و هدفش انسان عاقل و خردمند و باهوش منظورشه. پس مؤمن باهوشه، خردمنده. ولی دوباره میگه نه، من هر روز میرم تا دوباره تو همین چاله بیفتم، پام زخمی بشه و خرد بشه. تقدیر من همینه. انسان عاقلی دیده هم چه کاری بکن؟ چون تقدیر من همینه، من باید هر روز برم، هر روزم بیفتم. نه، کی گفته همچی چیزی؟ هیچ کس نگفته. خودت هم نگفتی که تو چاله افتادید. پس قضا و قدر دلیل بر آینده نیست. من مشروب میخورم چون خدا گفته تو باید مشروب خوار باشی. کدوم آیه؟ کدوم حدیث؟ من رباخوار میشم، من ظلم میکنم، من نماز نمیخونم، من توبه نمیکنم چون شما گفتی هر کسی به تقدیرش، تقدیر من اینه. کدوم آیه قرآن؟
کجای قرآن، کجای حدیث ولا یرضه لعباده الکفر، خداوند راضی نمیشه بندش کافر بشه، ولی بنده وقتی خودش میره کافر میشه اون دیگه. این نص صریح قرآن. در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. یه نفر تو مسیر سیلاب می نشینه، تو کوه هم بارندگی شده، رعد و برق شدید، میدونه که الان باران از کوه داره میاد تو مسیر رودخانه، میره تو مسیر رودخانه میشینه تو وسط رودخانه و سیل میاد، میگه خدا قدر من اینه دیگه، سرنوشتم اینه که سیل بیاد و در رهگذر بلا نشینی گویی که رضای حق چنین است. همچین چیزی نیست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خیلی زیرک و باهوش بودن. میگه اگر کسی استدلال کرد به قضا و قدر برای شانه خالی کردن از مسئولیت و پایبند شدن، یه مشتی بزن روی بینیش. بالاخره تو وقتی مشتی زدی رو بینیش، اون دو حالت داره. اگه زورش برسه یک مشت 10 تا مشت جوابت میده. اگه زورش نرسید میگه سرنوشتم این بود، تقدیرم این بود که از تو یه مشتی بخورم یا یه سیلی بخورم. ولی به نظر شما اگه زورش برسه، بازوی کلفت و مشت سنگینی داشته باشه، میگه این تقدیر من بود که سیلی ازش بخورم یا یکی 10 تا جواب میده؟ قطعا یکی 10 تا جواب میده. توهینه بشه کسی مشت بزنه تو صورتش. ولی وقتی زورش نرسید میگه خوابی. پس اگه راست میگید من مشروب میخورم چون تقدیر من اینه، خدا خواسته میخورم، یعنی در آینده، اما در گذشته خورده، خدا ببخشه، تقدیرم این بود، حالا توبه میکنم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرمایند تو یک دعایی، یک مناجاتی، اللهم ان كنت قد كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. خدایا اگر منو شقاوتمند نوشتی تو لوح محفوظ، من التماست میکنم، خواهش ازت میکنم، من خواهان سعادت و خوشبختی ام، دنبال شقاوت نیستم. اون شقاوت رو پاک بکن، جاش سعادت و خوشبختی بنویس و من تلاش میکنم. این از ما خواسته شده. نه من بدبختم چون خدا خواسته بدبخت بشم. کی خدا خواسته بنده بدبخت بشه؟ اگر خدا میخواست که بنده بدبخت بشه، خب عقل بهش نمیداد. تو این بچه کوچیکی داره میبینید هنوز عقلش هم کامل نشده، اما حسش کار میکنه. یا آتیشی بگذار، بگو دستت بذار رو آتش. شاید بچه باشه نفهمه اخگر آتش رو برای ببینه زیباست یک دفعه بگیره، ولی وقتی دستش سوخت بار دوم چه؟ ولی انسان بزرگ 40 سالشه مشروب میخوره، احساس نمیکنه که دستش داره میسوزه، دوباره میخوره، دوباره میخوره، دوباره ظلم میکنه. بعدم بهش میگیم بزرگ. کدوم بزرگ؟ پر استدلال به قضا و قدر برای این که نفس ما اماره بشه همیشه در معصیت خدا قرارش بدیم اصلا غلطه، محکومه. دستت خورد شد، اگه کسی دستش خورد شد تو تصادفی، خب بگه قضا و قدر من اینه که دستم خورد بشه، بشینه. چرا میری دنبال دکتر؟ چون قضا و قدر هم 2 تاست، یکی قضا و قدر خیر، یکی شر، یکی بد، یکی خوب. خالق هر 2 تا خداست، هم خالق تاریکی هم خالق روشنایی. اما خدا به انسان عقل داده. سلامتی قضا و قدر خوب خداونده، بیماری قضا و قدر بده، علم و دانش و آگاهی قضا و قدر خوبه، جهل و نادانی قضا و قدر بده.
بیماری قضا و قدر بده، سلامتی قضا و قدر خوبه، علاج دنبال دوا و دکتر رفتن. خدا به انسان عقل داده، گفته قضا و قدر خوب منو بگیر، قضا و قدر بد منو دفع کن. چراغ روشن کن تاریکی بره. مریض شدی برو دنبال دکتر، علاج بشو. بیماری بره، سلامتی جایگزینش بشه. جاهلی برو دنبال علم تا با علم قضا و قدر بدو که جهل دور بکنید. بی افتی افت. ما الان تو جشن افت هستیم. امشب جشن افته، چقدر زیباست. اگر 2 نفر میخواستن والعیاذ بالله زنا بکنن، همچین جرأتی داشتن که کل خلق الله از بلوچستان و هرمزگان و شهرستان ها همه دعوت بکنن که ما میخوایم زنا بکنیم، از بزرگان و فرماندار و تا آخر ما میخوایم زنا بکنیم، میشد همچین چیزی؟ این جشن افته، سرش بلنده. در صورتی اونی که زنا میکنه و اونی که ازدواج میکنه عملا هر دوتا یک کار انجام میدن، عمل جنسی انجام میدن، شهوتشون رو دارن به کار میگیرن. ولی وقتی که این ارزشی میشه، سابقه ایمانی و دیدی پیدا میکنه و ارزشی، با عزت اینجا نشسته، مردم دعوت کرده امشب شب زفافشه. همه میدونید بزرگ و کوچک شب زفاف یعنی چی، و فکر میکنه داره بندگی خدا میکنه. با این کارش جشن افت و ازدواج داره خدا رو خوشنود میکنه در وهله اول و افتشو تضمین میکنه و نسل بشری رو تداوم میبخشه. سرش بلنده. پس بذار دستش خورد بشه، کر بزنه، بگه تقدیر من اینه، قضا و قدره. بعضی موقع جوانا میشنوید بابا سرنوشته ما، خود شما ملاها میگید. خیلی عجیبه. سرنوشت تو افسار گسختگی خیلی عالیه و تو پایبند شدن و منظم شدن و تسلیم امر خدا شدن، اینجا سرنوشت نه، آزادی منو محدود میکنه، اینجا به دردم نمیخوره. من میخوام کسی آقا بالا سر نداشته باشم، منو امر و نهی بکنه، حتی اگه خدا باشه که تو رو خلق کرده، با زبان حالش میگه حتی اگه خدا باشه. والعیاذ بالله. ما کسانی داشتیم که نماز صبحشون با جماعت ول نمیشد، یک کمی جیبشون پر شد، موقعیت پیدا کردن، فکر کردن که خیلی کلوف شدن، دیگه کم کم نماز مغربشون هم دیگه با جماعت فوت میشد، کم کم نماز دیگه نمیخوندن، دیگه رفتن تو خط شراب. یکی از دوستانش نقل میکنه ازش که وقتی توی باری تو دبی نشسته بود، پیک میزد، یک دفعه گفت به سلامتی خدا. الان دمپای پلاستیکی نداره. دمپای پلاستیکی هم باید بهش بدن که پاش کنه. نمیشه اعلام جنگ با کسی کرد که رب العالمینه. تو گوش من شاید بتونی بزنید، شاید نفوذ داشته باشی، میتونی منو زندان بکنید، منو تهدید بکنید. ولی تهدید خدا یعنی چی؟ این جنگ نابرابر نیست. 2 نفر بیشتر نیستن، یکی رب یکی عبده.
ما وقتی جایگاهمون رو فراموش میکنیم ادعای خداوندی میکنیم، منحرف میشیم، فاسد میشیم، ظالم میشیم. تو باید فراموش نکنی که جایگاه من و تو جایگاه عبد بودنه. عبد یعنی بنده. جایگاه رب فقط برای یک ذاته، اونم رب العالمینه، الله جل شأنه، الله جل جلاله. اون فقط بزرگه، اون عظیمه، اون جلیله، اون مهیبه، اون رب العالمینه. لمن الملک اليوم. همه ملوک دنیا و فرمانروانای این دنیا که در دنیا ظلم کردن در دشت محشر سرشون میندازن پایین، جواب نمیدن، جرأت نمیکنن جواب بدن. دوباره رب العزت و الجلال اعلام میکنه لمن الملک اليوم. امروز فرمان روایی مال کیه؟ کسی جواب نمیده. بار سوم تکرار میکنه امروز اون شاهنشاه بزرگ کیه؟ شاه شاهان کیه؟ ملک الملوک کیه؟ فرمان روای مقتدر. دیگه خودش جواب خودش میده، دیگه لله الواحد القهار. امروز فرمان روایی از آن الله واحد قهاره. این بزرگترین سعادت برای من و تو که الله بگه تو عبد منید. باید التماس الله بکنیم. بعضی موقع در پاسگاه به خاطر یک گروبانی آبرو و شرفمون اونجا میذاریم که یک گروبان یه لبخندی به ما بزنیم. دلمون چه خوشه یک گروبانی، یک مأموری، یه ستوانی با من دوسته. چقدر احساس قدرت میکنید. امرشه. کدوم پادشاهی در دنیا قدرت مقابل با ملک الملک داره؟ برو که من نمیخوام بمیرم. تو چی کاره هستید؟ هنوز کسی زایده نشده که چنین جرأتی داشته باشه با ملک الملک اینطوری صحبت بکنه. جایگاه عبد جایگاه تواضعه. کبریا ردای خداوندی است. کسی که در لباس خداوند با او منازعه بکنه، پیامبر گفته در حدیث قدسی که من دو نصفش میکنم. جایگاه خودمون رو بشناسیم تا مطیع بشیم، تا تواضع داشته باشیم در مقابل بندگان خدا، تا فخر فروشی نکنیم، تا با تکبر تو دنیا راه نریم. روی نفسمون کار بکنیم تا مطیع بشه، نفس مطمئنه بشه. چه افتخاری است که تو بگی من میراثبر قارون و نمرود و فرعونم. هر معصیتکاری میراثبر یکی از ظالمان قرنه یا ظالمان زمانه. هر ظالمی که ادعای خدایی کرده و اعلام جنگ با خدا کرده میراثی به جا گذاشته و پیامبران هم میراث به جا گذاشتن. ارثیه‌شون تواضع، فروتنی، پاکی، طهارت، اطاعت از خداوند، اینها میراث پیامبرانه. جز خوبی و نیکی چیز دیگه از خودشون به ارث نگذاشتن. علم، دانش، تقوا، انسان دوستی، مهر و محبت، صفا و صمیمیت، تواضع، فروتنی. میراث فرعون چیه؟ میراث قارون چیه؟ هر تاجر مسلمانی که بخیل زکات مالش رو میده
و ترحم نمیکنه به نیازمندان جامعه و نیازهای جامعه. این میراثبر قارونه. میفهمید؟ جوانهای مجردی که طاقت ندارن، امکانات ندارن، جوانهایی که تو کنکور موندن، تو ترمشون موندن، دانش آموز فقیری که هزینه تحصیلش نداره و تو هم دنیایی در اختیارته، قطعا میراث بر قارونه، حتی اگر شهادتین هم به اسلام بده. اگه نماز بخونه زکات مالش نده، چه فرقی بین زکات و نماز هست؟ همه از ارکان اسلام هست. وقتی مالش به نصاب میرسه باید زکات بده، واجبه. اگه نداد میراثبر قارون میشه. سبحان الله. اگه تکبر داشته باشه، ظلم بکنه، میراثبر فرعون میشه. شوخی بردار نیست. اما نفس سوم نفس لوامه هست، سرزنش کننده. نفس لوامه بین دو تا نفسه، بین نفس مطمئن است و نفس اماره است. معصیت خدا میکنه، بعد پشیمان میشه، خودشو سرزنش میکنه. خجالت نکشیدید؟ تو بنده خدا هستید، خدا این همه در حقتون لطف کرده، محبت کرده، دوباره معصیت خدا میکنید. همش خودشو سرزنش میکنه، ملامت میکنه. لوامه یعنی سرزنش کننده، ملامت کننده. این خیلی خوبه. اگر کسی لغزشی بکنه خودشو توبیخ بکنه، جلو آینه بیسته بگه خجالت نکشیدید؟ یکم نگاه خودت بکن، چطوری تونستید معصیت خدا بکنید؟ هی خودشو سرزنش میکنه، ملامت میکنه. این خیلی خوبه. اگر سرزنش و ملامت برای فوت انجام کار خیر باشه و خوبی باشه و ارتکاب لغزش و خطا باشه و معصیت باشه، این خیلی خوبه. این کم کم این سرزنش و این ملامت آدمو میرسونه به مطمئنه، کم کم اصلاح میشه. ولی اگر برعکس باشه، یه مجلس فسادی ازش فوت شد، تعدادی از دوستانش منقلی داشتن و تریاک و بافوری و شرابی و زنهای رسمی در کنارشون و خانه خلوت و بهش زنگ میزنن کجایی؟ من شهرستانم، جاد خالی، امشب چه بساطیه، چه عیشونوشیه تا صبح، میتونی خودتو برسونید؟ حالا افسوس میخوره، چرا یه روز زودتر زنگ نزدید؟ چرا دیروز زنگ نزدید؟ حالا چه کار کنم؟ نمیتونم، پروازم نیست. حالا هی حسرت میخوره که چه چیزی ازش داره فوت میشه. این شراب مفتی، این زنای مفتی، این تریاک مفتی، این عیشونوش تا صبح. خیلی خطرناکه. یا خودش سرزنش میکنه بر انجام کار خیر. مثلا احساسی شد، یه نفر تو جمع گفت که هر کسی 100 تومن 200 تومن 1 میلیون 5 میلیون داد. این هم دست کرد تو جیب، جو اونجا جو گرفتش، تحت تاثیر جو قرار گرفت، دست کرد تو جیبش 100,000 تومن داد، 500,000 تومن داد. بعد رفت خونه، آره نگاه تو جیبش میکنه، بعد میگه کاش که 100 تومن بیشتر نداده بودید، 400 تومن تو اضافه دادید. بعد با زنش صحبت میکنه، زنش میگه بدبخت شدید، کاش که 50 تومن میدادید. یعنی خودش رو سرزنش میکنه بر یک کار خیلی انجام داده. بعد اظهار پشیمانی میکنه، کاش که کمتر داده بودم. بگو الحمدلله که 500,000 تومن دادم، معامله با خدا کردم. کاش که داشتم 1 میلیون میدادم، کاش که 5 میلیون میدادم. این یکی خیلی خطرناک. این دومی که خودش سرزنش میکنه بر انجام کار خیر و فوت کار بد و زشت. 2 نفر گناه کردن، یکی بهشتی شد، یکی از بهشت رانده شد.
از دربار رانده شد. ابلیس گناه کرد، نافرمانی کرد. بابا آدم و ماما حوا گناه کردن، نافرمانی کردن. اولی با خداوند، با ربش اینطوری گفت: رب بما اغویتنی، ای رب تو منو گمراه کردی، من بندگان تو گمراه میکنم. سبحان الله. تکبر عزازیل را خار کرد، به زنجیر مهنت گرفتار کرد. اما بابا آدم و ماما حوا وقتی که از اون درخت ممنوع خوردن، یک دفعه لباس از تنشون افتاد، عورتشون مکشوف شد. از برگ درختی از این طرف و اون طرف ساعتشون به عورتشون رو میپوشوندن. و بابا آدم و ماما حوا دستشون رو بلند کردن، دو نفری این دعا رو کردن: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یه لحظه تا معصیت خدا کردن، عورتشون مکشوف شد، دستشون بلند کردن، فهمیدن که اشتباه کردن، چون گناهشون از روی تکبر نبود، از روی ضعف اراده بود. همجور دست می‌لرزوندن: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگارا ما به خودمون ظلم کردیم، به نفسمون ظلم کردیم. ظلمنا انفسنا، اگر تو ما را نیامرزی و نبخشی، ما از جمله زیانکارانیم. همونجور دستشون رو می‌لرزوندن به درگاه خدا، دست نیاز بلند کرده بودن و تواضع طلب بخشش میکردن. خدا اونها رو بخشید، توبهشون رو پذیرفت. گناه انسان رو از خدا دور نمی‌کنه، به شرطی که از روی تکبر نباشه و بعد سریع توبه بکنه. گناهی که تو رو به توبه برسانه، یه سوزی در دل تو ایجاد میکنه تا آخر عمر. امشب چه شب زیبایی است. این داماد چقدر با برکته. خدا چقدرش برکت داده به خانوادهش، به پدر و مادرش، به مردم خوب این روستا و این منطقه، که در جشن عفتش بی عفتی رخ نمیده. در جشن عروسیش چیزی خلاف شر. بندگان خدا رو از نماز عشا دعوت کرده، اینجا پذیرایی کرده و تو عروسیش ارزش ها داره به نمایش گذاشته میشه، خوبی ها. علم بندگان خدا تو عروسی، تو آخر زمان علمتون داره زیاد میشه. از قرآن و سنت داری میفهمید، آگاهیتون داره بالا میره، احساس میکنید که ایمانتون داره افزایش پیدا میکنه تو عروسی. شنیده بودید کسی در آخر زمان تو عروسی ایمانش افزایش پیدا بکنه، اطلاعات دینیش افزایش پیدا بکنه، صفا و صمیمیت بین مردم زیاد بشه، اتحاد و انسجام. این عروسی ها چقدر با برکته. اینجا دیگه کسی نمیگه که یالا خطیب روی منبر روز جمعه است، یالا سری تمامش کن گوش نمونه. اگه شام هم بهشون ندن، نشستن تا 2 شب، هم نماز عشا خوندن، با وضو آمدن. این نفس لوامه 2 تاست. پس انسان یک نفس داره، 3 تا حالت پیدا میکنه. این 3 تا حالت خودت بهش میدید، یا مطمئنش میکنید، یا امارش میکنید، یا لوامش میکنید. اگه لوامش میکنید، لوامه اولی باشه که اگر لغزشی کرد خودش سرزنش بکنه، اگه خیر ازش فوت شد حسرت بخوره. اصلا یکی غایب، امشب خبرش بدن که همچی برنامه خوبی بود، علما از بلوچستان آمده بودن، از کنارک و بندگان نیک خدا آمده بودن، خیلی برنامه عالی بود، حالا حسرت میخوره. کاش که من بودم. خب من به همین قدر بسنده میکنم. فکر میکنم تو ذهنتون بمونه مسئله قضا و قدر، خوب و بد. قضا و قدر دلیل بر آینده نیست، دلیل بر گذشته هست. قضا و قدر خوب داریم و بد داریم. خدا به انسان عقل داده قضا و قدر خوب بگیره، بد و دفع بکنه. نفس انسان 3 حالت پیدا میکنه.
این سه حالت خودتید که بهش تزریق میکنید. همین مطالب از این جلسه بگیرید بسه. من یه خواهش از بزرگترها فقط میکنم. شما خیلی مردم مؤدب، عالم دوست، خیلی مؤدب، تو جلسات خوب شرکت میکنید. من یه گله بکنم، چرا بعضی موقع شرکت میکنیم عمل نمیکنیم به توصیه ها که منطقمون آباد بشه؟ چرا مهریه 200 مسقال 300 مسقال، یعنی همون هفته اول میخوای دامادت که حکم پسرت داره بدبختش بکنید؟ خب وقتی دامادت تو بدهکار میشه، مقروض میشه شب زفافش، تو هفته اول فشار رو کی میاد؟ رو دختر تو میاد. وقتی داماد تو میره قرض میگیره، بدهکار میشه برای پلو دادن به مردم، برای اسراف کردن، برای طلا خریدن. یعنی تو کی رو بدبخت کردی که ازش خواستید این همه طلا برای دخترت بخره؟ 100 دست لباس تو چمدون پره. چند سال میخواد عمر بکنه که این 100 تا 200 تا دست لباسی که برای عروس خریدید بپوشه؟ 40 تا 50 تا دمپایی. یه دختر وقتی میخواد عروس بشه با 3 جفت دمپایی هم میشه عروس بشه. با 4 تا انگشتری که خواهرش بهش بده دستش بکنه هم میشه. با 3 دست لباس هم میشه. اصلا 3 تا نه. یه دختر 7 شب تو حجره است، 7 دست لباس، نه 7 دست لباس. چرا؟ چرا بزرگترا؟ اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. چرا بزرگترا؟ به کسی میگم بزرگ که وقتی رفتار ناهنجاری در جامعه هست، از اون لقب بزرگیش که مردم بهش احترام قائلن و اون جایگاهش استفاده بکنه، اصلا نیب بده. مهریه 1 سکه. بچه ها رو بدبخت نکنیم. در آینده اگه وضعشون خوب شد برای زنشون طلا میخرن. همه چی مال خودشونه. هر چی شوهر داره مال زنشه. حتی زن از شوهرش میراث میبره. چرا تو دامادتو بدبخت میکنی؟ هفته اول وامدارش میکنید که عصبی بشه، رو دخترت هم تاثیر بذاره. شما میدونید آمار طلاق در کشور الان به کجا رسیده؟ تو یک روستایی که 2000 نفر جمعیت شد، تو مناطق اهل سنت، این تا 40 سال پیش نبود، تا اوائل انقلاب هم نبود. تو یک روستای 2000 نفری تو 1 سال 30 تا طلاق، زیر 2 سال ازدواج، بعد از 6 ماه طلاق، بعد از 8 ماه طلاق، بعد از 1 سال طلاق. مادرای ما و شما و پدرای ما و شما تو منطقه اصلا طلاق نبود. شاید 40 سال میگذشت تو منطقه 1 طلاق، شاید خجالت میکشیدن از طلاق. امروز به هر بهانه‌ای چه با هم بحث میکنن و 30 تا طلاق تو یک روستای 2000 نفری تو 1 سال. میدونی علتش چیه؟ سختگیری های بیش از حد، خرج های سنگین، مهریه های سنگین. تو میخوای نزد خدا بزرگ بشی؟ یا فکر میکنیم که بزرگی هر کسی که پشت اون صف بالا جاش دادن اون بزرگه؟ بزرگی که بی این حرفا نیست. باید کاری بکنی که خدا بگه تو بنده خوبی هستید. تو که این موقعیت دارید چرا یه تغییری ایجاد نمیدید تو منطقه؟ خیلی حرف عروسی اسلامی میبینی 20 تا داماد تو 1 شب، مراسم هم اسلامی، مهریه‌شون 200 سکه، 300 مسقال، 500 مسقال، 1400 تا سکه. این چه حرفیه؟ این چه اسلامیه آخه؟
از اون طرف میگه عروسی اسلامی. عروسی اسلامی فقط همین تو تنبک و ارگ و گیتاره فقط که نباشه تو جلسه. اگه اسراف باشه عروسی سالم نیست. مهریه های سنگین باشه، عاجزانه باشه که داماد عاجز بکنه. این چه پوز دادن است با مهریه دامادت دخترت؟ یعنی پدر عروس میخواد با مهریه دخترش اگه شد 500 مسخال پوز بده، پوزی که بعد 2 سال طلاق بده. این چه پوز دادن است؟ دعای خیر پیامبر شامل نیست؟ میدونی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده عظیمترین زنها از نظر برکت زنی است که خرج و مخارج عروسیش و ازدواج سبک باشه، خصوصا مهریه‌اش. هرچی مهریه زن سبکتر باشه پیامبر گفته اون زن از نظر برکت عظیمترین زنه. و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پیامبر از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، حرف پیامبر وحیه. یعنی تو از دعای برکت رسول الله محرومید وقتی که مهریه دختر 300 مسقال میذارید. من به اونهایی که شیخ و مولوی هستن و عقد میبندن، صیغه میخونن، اگر جای شما را دعوت کردن که صیغه رو جاری بکنی، یک دفعه گفتن مهریه 300 مسقال، جمع کن دفترت بلند شو. تو بدبخت کردی باش این صیغه خوندنت. ولی بعضی از این ملاها وقتی میرن صیغه بخونن، اگه مهریه مثلا 1000 سکه است، درصد پولی که خودش بهش میدن هم بالاتره تا مهریه که 1 سکه باشه. یه وقتی یه جای دعوت بودیم، دوستی ما رو دعوت کرده بود که عقد بخونه. عقد دخترش بود، سید ابوالعباس قتالی هم بود، شیخادی پذیرا هم بود، یادمه. یک دفعه پدر دختره گفت 100 سکه بهار آزادی. گفتم ببخشید خداحافظ، من امضا نمی‌کنم، من شاهد نمیشم. بلند شدم، دیدم سید ابوالعباس هم بلند شد، شیخادی هم بلند شد. پدر داماد دوید خواهش میکنم شما برگردید. خب ما برگشتیم، رفت تو اتاق فکر. یه اتاقی داخل بود با اون وزیر، بهش میگم وزیر، چی میگم؟ وزیر چه؟ اسمش گذاشتم وزیر جنگ. گفت من باید برم داخل با وزیر مشورت بکنم. رفت داخل و آمد، رفت داخل و آمد، رفت داخل و آمد. حالا ما نشستیم، دیدیم که بار آخری که دیگه آمد لبخند میزد، گفت قبول 1 سکه. دیگه سوال صیغه خون با 1 سکه بهار آزادی. وقتی که شیرینی میخوردیم من یه پیشنهاد به پدر دادم، گفتم حالا این 100 سکه ما 99 سکه اینجا تخفیف گرفتیم برای شما. به داماد گفتیم شما انشالله بعد از عقدتون یا بعد از ازدواجتون ثبت نام حج و عمره، ثبت نام خودت و همسرت بکنید، ماه عسل برید مکه خانه خدا زیارت بکنید. دامادم با آغوش باز با کمال خوشحالی گفت چشم انشالله، همین فردا ثبت نام خودم و عروسم میکنم. شما وقتی اسراف بکنید چیزی تهش نمیمونه که خیر بکنید. ما باید اسراف نکنیم تا یه چیزی بمونه که بتونیم خیر بکنیم. تو وقتی همه مالا رو اسراف کردی، حیف و میل کردی، دیگه چیزی نمیمونه که خیر بکنید. همه اسراف کرده. خب من تبریک میگم به پدر داماد، مادر داماد، پدر عروس، مادر عروس، مردم خوبی این روستا، و همچنین به خود داماد علی، دیگه اسمشه نه؟ علی قلندری، و همچنین سرکار خانمشون خانم قلندری که تصمیم درستی تو زندگی گرفتن. قرار نبود که ما بیاییم، من 4 ساله که عروسی نمیرم اصلا، حتی عروسی جمعی هم نمیرم. سال گذشته 67 تا داماد یک شب یک جا بود، چون برام مقدور نیست. ولی خب حالا 1-2 هفته میشه چند تای عروسی رفتم، یکیش امشب تو گرو که 12 تا داماده. خب شبم یک کمی طولانی هست، فاصله هم تا گرو خیلی نزدیک بود. قرار بود عروسیشون بعد از فروردین بشه، بعد از نوروز بشه. گفتم من امشب میام، چون فاصله نزدیک تا گرو باشه 1 ساعتی میام اینجا بعد میرم اونجا. قبول کردن. سبحان الله، وقتی خدا میخواد دیگه به همین راحتی است.
الحمدلله این جمع هم بر تشریف آوردن، مبارکشون باشه. خداوند خوشنودی خودشو و رضایت خودشو، رضایتمندی خودشو نصیبشون بفرماید. خداوند این دو زوج جوان که این همه اکرام کردن امشب ما رو با این برنامه ایمانی خوب و پذیرایی کردن، منظور از پذیرایی این پذیرایی معنویه، خداوند انشالله اونها رو به عفت کامل برساند و حیای کامل. و سومین ثمره ازدواجم خداوند اولاد سالم در بدن و جسمشون، صالح در اخلاقشون و مصلح برای جامعه نصیبشون بفرماید. فرزندانشون انشالله سالم و صالح و مصلح و مجاهد و شخصیت های بزرگ جهان اسلام بشن. ثمره این ازدواج خوبه. و عزیزانی که موفق نشدن ازدواج بکنن، خداوند اسباب ازدواجشون رو با همت بزرگان قوم، پدرها و مادرها، شما گناهکارید اگر این کار نکنید، با همت بزرگان قوم، اولیا، پدرها و مادرها، انشالله اسباب ازدواجشون رو میسر بکنه و آسان بشه و انشالله بتونن همه داماد بشن. بگید آمین. خداوند این جمع و همه روسفید و سربلند در همه امور و شؤون زندگی خاتمه به خیر بکنه. بگید آمین. خداوند همه رو بزرگ و کوچک، خواهر و برادر، فقیر و تاجر، همه رو به راه راست، اول ما رو، بعد شما عزیزان و همه خانواده محترمتون و بچه هاتون و همه کسانی که دوستشون دارید به راه راست هدایت بفرماید. بگید آمین. خداوند ما و شما را به عنوان بندگان خالص و مخلص و خدمتگزار دینش و خلقش قرار بده. بگید آمین. به مجری خوبمون، عزیزانی که این مجلس دارن مستند میکنن، فیلم میگیرن، سر پای ایستادن، همه کسانی که زحمت کشیدن. اون طباخ عزیزمون رمضان بود که تو این منطقه تو خیلی مجالس خیر خودش طباخی میکرد، رایگان برای شبهای قدر و فلان، خدا رحمتش بکنه. و اون اکیپش که الان دارن زحمت میکشن، همه عزیزانی که بالاخره به نحوی این جایگاه خوب و تدارکات، مردم خوب این روستا، همه خدا جزای خیر بده. برای منم دعا بکنید. بالاخره 6 تا دختر و پسر دارم، 3 تا پسر 3 تا دختر، دعای هدایتشون بکنید که خداوند هدایتشون بکنه به راه راست، عالم و فرهیختشون بکنه و بعد خداوند خدمتگزار شما و بچه های شما قرارشون بده و توفیق خدمتگزاری از ما نگیره. خدایا چنین کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار، موفق و مؤید و سربلند باشید. سالهای اینجا کردن که دیگه من این سالها رو جواب نمیدن، من سریع باید برم که 10:30 اونجا باشم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. موفق و مؤید و سربلند باشید. دست همدیگه بگیرید، یه لبخند تو صورت همدیگه بزنید، دست همدیگه رو فشار بدید، به همدیگه سلام بکنید، همدیگه رو حلال بکنید. سلام علیکم. شکرا. دست کسی نمیگیرم دیگه، باید برم سر سوال ماشین دعوت میگیرم. آقای داماد بزرگ میشه.